علیکم مونده نباشیم. سلام علیکم. حالا جبار اشتنی مونده نباشیم. خیریاته. جان شما جوره. تیار هستین؟ جان شما جوره. خیریاته. تیار هستین. اشتنیم خود کشتکارا. شکر خدا امسال خوبه. همین پهل بسته کلا همه شلی کشتم. نام خدا خوب حاصلی داده. فعلا که خوبه بعد اینیه. یا کم امسال خوب سالی هم بشد. واقعیت خوب سالی هم بشد. امال فعلا او هم نوره. خب چی خبر؟ بریم بخونه که چای بخوریم. سلامتی شما زنده باشین. بریم دیگه. سلامت باشین. گفتم امیت شما رو ببینم. دیگه وقت شما رو هم خیلی نگیرم، شما هم شاید مصروف باشین. با خدا ما که از سر صبح لالا بدر میشیم میایم هم سهرا. حتی هم بعضی وقتا هم خونه میگم نون چاش هم بیاریم هم سهرا بیاریم. دیگه خیلی کم میرم به خونه. لالا جبار، یک 5 دقیقه اگر وقت خور به ما بدیم که اینجا خود شما بشینیم یک چند کلمه گپای دارم برای شما بگم. خوب آره بیم حاضر می درخت بشینه. بیا. خوب. اختلاط کو. لالا جبار، ما وقت شما رو نمیگیرم. خود شما خبر داریم که مادر مینام به خونه شما بیامدم، جریانات رو برای شما بگفتم. دیگه ما گفتم اگر خواست خدا رفته باشه خود شما خیشی کنم. همین همشیرگاه خور بدیم برای ما. خود شما میفهمین که من شکر کاروبار ما الحمدلله جوره، مشکلاتی هم الحمدلله شکر ندارم. انا باز بیامدم که شما رو من نزدیک ببینم، خود شما هم گپ زنم، سعی کنم نظر شما چیه. خب من خودی خونه صحبت کردم، ما به یک نتیجه مثبت رسیدیم. مثبت اینه که یعنی ما شکر خدا کدام حرفی نداریم، فقط تنها با خونه نمی گپ کوثر شد. گفتم که شما از امی نورالله بپرسیم که آیا دیگه هم زن دارم، ازدواج بکردم، دیگه از خود خوی خونه سرای کار کسب داشته باشم که لااقل همون سیاسر هم صبح اگر به مو خونه میره یک لقمه نونی دست دراز باشه، لااقل کاری باشه که صبح یک جنگ دعوایی نباشه. چون هر کس به می شرایط امروزی اگه چی دختر داره چی خواهر به خونه داره، فقط خوبی و خوشی از اون مایه کمو بره به خونه به خوبی و خوشی زندگی کنه، دستی و به یک لقمه نونی دراز باشه. ما دیگه هفته هشتی نداریم کوکو. دختر هم از بابت عروس کردن و یک روز بعد بره به سر خونه زندگی خود. شما دیگه مغزر نشد که ما خود شما صحبت کنم که یا شما چی رقمه. من بیامدم که شما رو ببینم، شما مر ببینید. سعی کنیم ما شکر سرای از خود خدا رو مترک تلار دارم، الحمدلله کاروبار ما شکر جوره. بفهمیدیم زنم ندارم. خب چی شد که تو زن نگرفتی؟ دیگه نصیب نبوده که ما مثلا جایم که ما میخواستم نشد. دیگه نصیب همی بود که ما بشینم خود شما خیشی کنم. خب خوبه، من انشالله بخونم بازم یک مصلحت دیگه خود اینو داشته باشم، باز انشالله صبح نه پس رو شما خبر میدم. خب خیلی خوبه، مشکل نداره. با خدمت شما هستم. آبا خیلی بریم باشید. اگه بازم چای خورده میریم. سلامت باشید. به خونه ما به خدمتتون. سلامت باشید. زنده باشید. خوش آمده. خب اگر یار مرا دیدی بگوشه بگو کالای نه و خور بپوشه. اگر پرسید که گی لگشته شده بگو لیلی بغم ها تو پلوشه. سوره چارم کو آگی لگو خدا میکنی. جون خیلیته جنی خوبی سلامتی کل فضل خدا. بششتی خوندن میکنی. دیگه چیکار کنه؟ چی گپایه؟ شکر طرف شما چی گپایه؟ قرار غیری خیر اومد. چکاره؟ چی چه کاره؟ تو بگو چه کاره؟ چی گپایه؟ کجا؟ از جای زندگی ها. از پیار مینا. پیار تو چیکار شده؟ تو خبر نداری؟ نه. ای گیلک تو خبر شی. پیار مامای زن دیومی بگیره. بابا ایلا؟ یعنی مای مادر تو لیلده بابا رو یک زندگی بگیره. جورت پدری نمیشه مادر میله کنه. او تنها مایه برای یک انباختگی به سر مادر بیاره. خب گیپت تو که آمال میگفتی پیار ممیل زن بیاره با حال میگه انباق میاره. خود سرگی همی زن دیگه انباق. آها انباق زنه. ما ما نمیفهم. خب ما زن دارم که ما بفهم که زن انباقه.
خوبه دیگه. مادر تو چی میگن؟ تاشون پیار من نفری میکنه. پیار تو؟ گیره میکنه. امی چی بی مازی بر میگن نکو زن نکو. یم پا خوبه میاد لینکش کرده. مزن میکنه. شیر پیار تو میشه. آیا تو نره به پیار خامال بری بگی خوبه؟ خوب. بگو گله گفتم ما و خانواده ما لکه جمع خبر کنه به عروسی خوب. فهمیدی؟ تفریق باشه گیپک تفریق باشه. خوب گوش کشه. آخه من با تو میگو ما رزینی تو میگی وقت میگی تفریق باشه. شما رزی نیم؟ نه. نه؟ مادر تو گریه میکنه شما رزی نیم ها؟ میفهمی چی کار میکنی؟ میفهمی؟ چیکار کنم؟ برای که دیگه برو بالشته بگذارم تا سر پیار خوب شو خفه کن. ما چیکار کنم؟ او تم نمیشه دیگه. خب با مادر تو بره شوهر بگیره. شوهر بگیره که زن نکنه دیگه. ما چی بزی دیونه میگم. دیونتونی وقتی که پک برو پیش محسام شرطیه. محسام شرطیه بیازی. تو هم اصابم داری؟ بله مرغ هم حساب داره مثل تو. مثل تو دیگه. تفف نزن برو زلوشه. بله من الماس بوده رختای من کرباس بوده از دروازه ملک بوده. بله من الماس بوده رختای من کرباس بوده. سلام علیکم من دلم باشیم. خوبیم سلامت. زنده باشیم بالا جانجال خیرات تیار است. تیار هستن لالا جان. سلامت باشیم بالا زنده باشیم. زنده باشین. شما از امی؟ بله یا از امی قلعه ما. شما کدو قلعه برو. ما از او پینویم. بله. من شما رو نمیشناسم لالا. بله من شما رو نمیشناسم. چی واسه میگم شما به این منطقه خب به اسم نورالله میشناسیم؟ نیلولا. نه نورالله. نیلولا ها. خب الهی شکر. دومات خاله منم. تسر کار پیار گیپک. نورالله دومات خاله شما نه؟ بله یا کنوشینی های بده اشتاد همه تسر امی قسمت تسر ای قسمت کل سر امی قسمت تسر مو داره ای قسمت تسر مو داره منطقه شما نیه شما کلن لشته انا چیزه چهار دندونی از جلو چیزه اونا تکار شده بود بشکستم تا بس نیه بس بی انا او دومات خاله منه ولی یا بچی هم چلچله به نام گیپک. انا دیگه برادر که شما داره من چیز موتر داره میره به کابل افغانستان. به کابل افغانستان میره انا مایه چیز کنه مایه موتر یا برفشه یا چیز مایه یک عروسی دیگه هم میگه بخواه هر روزی بشه بگیرم 22 زن خوب مایه نزبت دارشه. ای نامه میای بریم میگی که من زن ندارم من طول عروسی نه نیمون دو میدن نفری میکن میگه تاگی زن داره چرا میره زن میگیره ایشتاد نم بیاقلیه که بزی زن میده. بچی رو گفته چی روم داره؟ گیپک ولد نیلولا. این بچی از این از کجا پیدا کنه؟ چلچله برار 18 سال و 7 ماه سندنه اندازه وزنی و خودی و چیزی اندازه از این گلو شما تا تسل لشته شما بیشتر نیه. امیر از کجا پیدا کنم؟ کی؟ امی بچی نورالله این شاید برای 2 تا بره داره یا با برد بر راه خونه یا با کوچه بزی میکنه دیگه چوغوک بگیر قلم اینا خیلی کو مارگیری هم هست. بچی او؟ امی گیپک مارگیر یکی تا به شما بگم نیه 100 تا 50 تا مار باشه بهم یک دست میگیره ماشو چکار میگم من تر جنتر انیتا میگیری اونو. خداحافظ ماما پولی نداره ماما. نه ماما جو خیر بینی. خداحافظ. خوب فکر کنم به خاطر همون 4 ملک زمین میں چیش داری و یکی هم بیامدی که از من دختر بگیری ها یه تنونی با تو پخته کنم که روی و روغن زرد نه روغن کنجد باشه بروی و به من یک گپ میزنی السلام علیکم. همون نشونی ها از این همین آدم نباشه دایی جو یه دقیقه بیا ماما جو بله برو. بیا یه دقیقه بده منی. بله
بود از اینه. باشه بپرس. بله سلام ماما جان. اشتن خوبی سلامتی اشتری ماما جان. شما از این منطقه؟ بله اسم تو چیه ماما؟ گیپا اسم پیار تو چیه ماما جان؟ نیرولا اما که این قسمت ها پیار تو مونه داره. ساریو کاله واسه ساریو خودینه؟ ایتا مثل جویه همون نورالله نم داره؟ چری تو چه کاری اونی؟ ما بچیو چیه؟ خب گیپک جو امی مادر تو رزیه که پیار تو زن دیوم بگیره. نه چری هیچی تاشون بیچاره گیره میکنه مدرمه ما مدرمه که به خاطر پیار تو مای زن دیوم بگیره؟ خب گوش کش گیپک برای تو چی میگم؟ بله پیار تو بیامودی بوده به خواستگاری خوارمه. خب؟ به خواستگاری خوار شما؟ برو به پیار خو بگو. خب؟ بگو انمو ماما جبار ارمه به تعدی بدیدم. برو بری پیار خو بگو یک بار دیگه به اون منطقه ما اگر ای آمد بری بگو ماما جبار گفته قلما پاتور مشکنم. بفهمیدی؟ خوبه ماما یک چیز دیگه اگه به پیار خوار خو ندی مادر ایت نفری میکنه نفری خونچکو پیار قسم خورده من 4 زن میگیرم 4 زن. خوب ماما جو بفهمیدی؟ یه خبر ردمنی بری پیار خو میرسونی بگو نشونی بزی نشونی که به سر پل شلی ماما جبار رفته بودی بششتی به کنار درختا این نشونیار بری پیار خو بدی وقت پیار تو میفهمه که مکینو بری پیار خو بگی که دفعه دیگه اگر بزو منطقه تور دیدم قلما پاتور مشکنم. خوبه ماما دلجان باش ماما جو. مادم بری پیار تو خانوم نمیدم. خلاص؟ صحیح. برو ماما جو خدا حافظ. خیلی خوشحالم خیلی سلامتی چیکار پای یار هستی خوب شو شما رو بدیدم بچه کاکا جان مادرم دیشب میگفت که به خصوصی دختر کاکا تو آمدم از او غلاف اینتره واقعیت چیکار شد؟ والا بچه کاکا جو چی بگم بیامده بودم یک شخص از اون مکور نمیشناختم یک بار دو بار مادر خورده کرد باز خودی آمد رفتیم هم زیر همون شلی همونجا درخت شلی همونجا بششتیم پل شلی که کشتم امسال بششتیم گفت اگه من زن ندارم و این رقم و فلان و بیمدان موتر دارم و چه کارم مامام زن بگیرم. خب از او پرسیدم که تو چرا ازدواج نکردی تاله گفت اگه وقتی نشده و وقتی نبوده یکم واقعیت بگم حالی که رفتم به تحقیق این شخص هم زن داره هم بچه داره هم دختر داره. کی بودی بچه کی هسته؟ من نمیشناسم از این قلاب پایین بود دیگه وقتی که سعی کردم واقعیت بگم هم ساعت پل بهم قیافی او نمیخورد که این زن نداشته باشه ولی از این صحبتایی فهمیدم که یک ریگی به زیر زبون ازی هسته واقعیت بگم برفتم هم تحقیق حالی که رفتم دیدم بابا شخص زن داره بچه داره دیگه نمینه که از اون پیش این آمدم گفتم دیگه اگر بیایم با خواستگاری گفتم قلما پاش مشکنم قلما پایش. خب پایی چی شد دیگه خوب شد بچه کاکا که بازم تحقیق بکردیم حداقل همین سیاست صغیر اقدام خدای نخواسته و بلای چیزی نفته خدا میدونه اشته خونه باشه اشته خانواده باشه به دم انباقی سیاست کی میتونه کار کرده و زندگی کرده خودی از تا آدما. حالا بچه کاکا جو گپ جدا آخه من خوار به سر انباق نمیدم یکی هم خود شما خبر داریم که این تلف صغیر 1000 رقم مشکلات زندگی بدید ایشته میام مالور بیا خونه انباقی مندازن که در به در خاک به سر شه همینجا به خونگک بشینه زندگی خودی ما بکنه تا که یک جا خوبی مقبول پیدا شد یک بچه دستبرا پابرای عمل نداشته باشه چرسی نباشه خلافکار نباشه لااقل بدین که صبح بتونه زندگی خود به خوبی پیش ببره. نه دلجان باش بچه کاکا دلجان. خب بچه کاکا سعی کنه اول ابتدا که اینا اینو به خسرینی آمدن بگه مادر و بچه دروغ میگن زندگی از اینا به می دروغ تیر شده و برفته برات کار خو این دیگه اول که دروغ بگم تا آخر کاربار میته به قلیتی و به چاپچوب بازی و به دروغ دیگه با خدا همین گپ بچه کاکا جو با یک گپ دیگه به من دروغ گفت هم مادر دروغ گفت هم خودی دروغ گفت آخه شطور دوزی که با پشخم نمیشه بچه کاکا جو یک روز یک معامله افشا میشه یکی ما و شما خداوند پاک برای ما عقل و هوشی داده وقتی به جای خیشی میکنیم باید بریم طرف رو بشناسیم بپرسیم جویاشیم یک
بار نه 2 بار نه 3 بار بلکه طرف شناختیم آدم خوبی بود بعد ازدواج طرف بدیم ازدواج کنم خوبه بیا بریم بچه کاکا شوه به خدا دل جان پشت بکو باش خیر بخیر باش باشی کاکا. خدا خداحافظ. حافظ